معاهده راهبردی ایران و روسیه لازم الاجرا شد. آیا میتوان بخشی از فشار غرب را جبران کند؟ خبرگزاری بانو. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه 10 میزان اعلام کرد که معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در 10 ماه گذشته توسط ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان امضا شده بود، اکنون به طور رسمی وارد مرحله اجرا شده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که این توافق نقطه عطف در روابط دو کشور به شمار می رود و روابط ایران و روسیه را به سطح مشارکت جامع راهبردی ارتقا می دهد. این سند مسیرهای همکاری بلندمدت در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی را ترسیم کرده است. بر اساس متن توافق ایران و روسیه در چارچوب نهادهای چندجانبه جهانی و منطقه‌ای هماهنگی نزدیکتری خواهند داشت و در حوزه چون ثبات منطقه، مقابله با تهدیدات مشترک و نظم چند قطبی جهانی همکاری خواهند کرد. به گفته مسکو، این توافق بازتاب دهنده انتخاب راهبردی رهبران دو کشور است و نشان می‌دهد تهران و مسکو خواهان تقویت روابط دوستانه و همه‌جانبه‌اند. این معاهده پیش از آن که به معنای یک اتحاد کلاسیک باشد، یک ابزار ژئوپلیتیک برای هر دو طرف است. برای ایران چون این توافق میتواند تا حدی به منزله ایجاد یک پشتوانه سیاسی امنیتی در برابر فشارهای غرب، به ویژه تحریم‌های آمریکا و اروپا تعبیر شود. با این حال باید توجه داشت که روسیه خود تحت فشار تحریم‌های شدید غرب قرار دارد و ظرفیت محدودی برای جبران کامل مشکلات اقتصادی ایران دارد. به عبارت دیگر، این معاهده میتواند جایگاه دیپلماتیک و سیاسی ایران را در معاملات منطقه‌ای و جهانی تقویت کند، اما به تنهایی قادر نیست فشارهای اقتصادی غرب را به طور کامل به اثر سازد.